سلام 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 به روی ماهتون، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال بابک اسکریپت آکادمی. بریم ببینیم آخرین خبرها و ای آی هایی که اومده چیه. انقدر سرعت این ای آی زیاد شده که من جا میمونم ازشون. آقا همین اول بگم، آقا فقط نه دیگه، آقا و آقایان و خانم های بازدید کننده، فردا ایشالله یه ویدیو مفصل در مورد گروک 3 براتون میذارم. گروک 3 همین چند ساعت پیش اومد بیرون برای عموم که میتونن استفاده کنن. این یکی از تقریبا شاید خبرهای مهم این هفتمونه و ای آی این هفتمون هم همین گروک 3 هست. ولی امروز میخوام در مورد یه چیز دیگه، ای آی دیگه از گوگل میخوام باهاتون خیلی مفصل صحبت بکنم. ویدیو گروک رو میذارم برای فردا، برای همین حتما فردا هم کانال رو چک بکنین. حالا اگه فردا، الان که ویدیوش هست دیگه مخلصیم. بریم سراغ اون چیزی که میخوام امروز صحبت کنم. ویدیو قبلی اونم بچا ببینین دیگه. حالا ما تقریبا هر هفته حداقل یه ویدیو داریم، حتما ویدیوی قبلیمون هم چک کنین. در مورد دیپ سیک، در مورد خیلی از این ای آی ما با هم صحبت کردیم مفصل. بچه خفن این هفتهمون تعلق میگیره به گوگل. گوگل یه حرکت خفنی زد که باعث شد من امروز مفصل در مورد گوگل صحبت کنم به جای اینکه در مورد گروک صحبت کنم. بنده خدا دیدم خبرش داره از بین میره، چون تا این سرویس خفن رو ارائه کردن، بعدش گروک اومد و خیلی سر صدا کرد و باعث شد اصلا خبرای این سرویس جدید گوگل از بین بره، اصلا خیلی به گوش نرسه. گفتم امروز خیلی مفصل در موردش صحبت کنیم. اولین دانشمند هوش مصنوعی ساخته شد، اولین دانشمند هوش مصنوعی که میتونه تولید علم بکنه. خیلی خفنه. مقالهشو اینجا لینکشو براتون میذارم توی گوگل ریسرچ. ولی خلاصه میخوام بهتون توضیح بدم که کلا این سیستم این چجوری کار میکنه، چی هست چی نیست. مقالهشو توصیه میکنم حتما یه نگاه بندازین و منم الان نکات مهمش رو بهتون میگم. خلاصه که ببینید این مدل چیه و چرا انقدر خفنه و بعدا بهتون میگم که چرا این انقدر سریع بدبخت از بین رفت. به خاطر که گروک 3 همین قابلیت رو تقریبا یه روز بعد گوگل ارائه کرد که اونم بهتون میگم چیه. یعنی این ویدیو رو ببینین، برای گروک هم میتونین از این فیچر گروک هم استفاده بکنید. خب بچه چیزی که ادعایی که گوگل کرده اینه که این مدل جدیدش چرخه تولید علم رو چندین برابر میکنه. این سیستم جدیدشون ترکیب شده با جمنای که میتونه برای تحقیقات به دانشمندا کمک بکنه که فرضیه های جدیدی رو بتونن تولید بکنن و برای استراتژی تحقیقاتی و اینجور چیزا کمکشون میکنه. خب چالشی که میخواد این مدل جدید حل بکنه اینه که اومده بررسی کرده و دیده که آقا محققان و دانشمندان برای اینکه تولید علم بکنن و برای اینکه یه فرضیه جدید و این نظریه علمی جدیدی تولید بشه، یه ترکیبی از نبوغ اون فرده، ترکیبی از خلاقیت‌های اون فرده و دانش‌های عمومی و تخصصی که داره، به علاوه اون ادبیات علمی که طرف بتونه اون فرضیه‌اش رو در واقع مکتوب بکنه و بنویسه. جمع تمام اینا منجر به تولید علم میشه. و حالا با رشد اطلاعات و این افزونگی داده‌ها که همینجور زیاد ما اطلاعات و دانش داریم، مرور این علم‌ها، مرور این دانش تخصصی و عمومی که الان وجود داره برای افراد خیلی چالش برانگیزه. پس ما نیاز به یه ابزاری داریم که بتونه کمک ما بکنه که تمام داشته‌هامون رو مرور بکنیم، خلاصه بکنیم و اینجا اونجاییه که این مدل‌های دیپ ریسرچ و عملا ایجنت های ریسرچ میتونن کمک ما بکنن که گوگل یه خفنش رو ارائه داد. حالا بیایم ببینیم تفاوت اینا چیه از جمینای و چه تفاوتی با هم دارن. تو جمینای 2 تو این عکس هم میبینین این سیستم جدید عملا تلفیق شده با جمینای 2 و میتونه فرضیه های تحقیقاتی و نظریه های خلاقانه از خودش ارائه بده. اصل کاری که این داره میکنه اینه، چیزهایی که در دانش فعلی وجود نداره. یعنی این کار اصلی که این مدل میکنه اینه که میاد و چیزهایی که تو اون مجموعه دانشیش نبوده رو میاد ارائه میده، با فرض بر اینکه یه فلسفه و یه پروتکل داشته باشه که اینو بیاد تجربه کنه، همینجوری رو هوا حرف نزنه. خلاصه داستان یعنی داریم از مرز اون ای آی های خنگی که چرت و پرت میگفتن ما عملا داریم عبور میکنیم، میرسیم به ای آی هایی که دیگه میتونن بفهمن دارن چرت و پرت میگن و چرت و پرت هاشون رو خودشون اصلاح بکنن، توی یه چرخه تکرار شونده این رو اصلاح بکنن و عملا انگار تحقیق و توسعه بکنن و اون چرت و پرتشون رو تبدیل به یه نظریه درست شاید بکنن. حالا این شایدش رو جلوتر بهتون میگم یعنی چی. خب این مدل جدید رو اسمشو گذاشتن AI Co Scientist، یعنی دستیار
دانشمند AI که عملا دستیار دانشمندان هستش. خیلی جالبه که برای دسترسی به این مدل باید یه سری فرما پر کنین و یه سری ریکوایرمنت های خاص داره. فعلا برای مراکز تحقیقاتی خاص میتونن درخواست بدن و اینو بگیرن. خیلی در دسترس نیست که باش بشه بازی کرد ببینیم چه جوریه، ولی آمار و ارقامش و حالا نموداراشو با هم بررسی میکنیم ببینیم چه جوریه. میبینین پرفورمنسش رو نسبت به جمینای 2، میبینین جمینای 2 دقتش از یه حدی بالاتر نمیره، مثلا از 75-80% بالاتر نمیره، ولی میبینید چه دقت‌های بالایی میتونه این کوساینتیست داشته باشه که میتونه دقت‌های خیلی خیلی بالایی رو بهش برسه. در گذر زمان و با تجربه کردن حالا اون اشتباهاتش که با هم در موردش صحبت کردیم. حالا چیکار میکنه این مدل؟ میاد چیکار میکنه؟ به طور تکرار شونده میاد اول جنریشن و تولید داده انجام میده، بعدش میاد ریفلکشن میکنه، یعنی یه مقدار تأمل میکنه ببینه آقا مثلا این چی بود من گفتم. حالا اول میاد یه چیزی میگه، بعد میاد میگه چی شد، چه چیزی رو گفتم، بعد میاد رنکینگ انجام میده و بعد میاد ایوالویشن انجام میده، فازهایی که طی میکنه ایناست و بعد میاد حالا یه بازیابی انجام میده و متا ریویو میکنه که از مراحلش هست، و این بازخوردی که خودش به خودش میده باعث میشه که فرضیه هاشو اصلاح بکنه و ارزیابی بکنه. حالا این چرخش رو اینجا با هم داریم میبینیم توی یکی عکس که جنریشن هست، ریفلکشن هست، رنکینگ هست، پراکسیمیتی و متا ریویو و ایوالویشن. این مراحلی هستش که این AI هی انجام میده تا بتونه یه سری به صورت خود بهبود در واقع خودش رو درست بکنه و بیاد خروجی‌هایی که مقداری نوآوری توشون دارن و ارائه بده. هدف این AI بچه‌ها اینه که یه دانشی که وجود نداره توی مجموعه دانشی و اون نالج بیس این مدل ها بیاد اونا رو با استفاده از حالا نچرال لنگویج ها تولید بکنه. یعنی هدفش اینه چرت و پرت تولید نکنه، فقط نمیخواد یه سری تکست تولید بکنه، میخواد از نظر منطقی درست باشن. و همینطور میبینین در گذر زمان میتونه خیلی 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 خودشو بهبود بده. میبینین که جمنای 2 نسخه پرو حالا اکسپریمنتال نیست دیگه، یعنی خود این اسلایدای این مقالات این AI هم جا موندن، یعنی از دیگه این خیلی سرعتش بالاست دیگه، از من که بماند. ما میخوایم ویدیو تولید بکنیم در موردش که خیلی باید سریع باشیم. خلاصه میبینین جمینای 2 پرو مدل معمولیه که دیگه الان دیفالت روی جمینای هستش رو میبینید. پرفورمنسش رو نسبت به مدل تینکینگش که روی این خطی هستش که داریم میبینین، و حالا این دستیاری که می‌بینین در گذر زمان میتونه دقت خودش رو با استفاده از همین چرخه‌ای که براتون گفتم خیلی خیلی بالا ببره. نکته دیگه این که اکثر مدل‌هایی که الان دارن ارائه میشن خیلی به صورت ماشینی هم میان ایوالویشن روشون انجام میشه، ولی گوگل برای این مدل خاصش که حالا AI کو ساینتیستش هستش از واقعا دانشمندان و متخصصین واقعی برای ایوالویشن استفاده کرده که ببینه نظریه هایی که این ارائه میدن به چه صورته. و نتیجه هایی که حالا روی حوزه پزشکی از این مدل ها و این سیستم AI جدید گرفتن توی 3 تا حوزه رو بچه‌ها می‌بینید که مثلا اولیش دراگ ریپرپوزینگ تقریبا میشه استفاده حالا زمینه‌های جدید استفاده برای داروهایی که الان هست، یعنی عملا کشف مجدد میگن به ریپرپوزینگ، یا مثلا چی دیگه میشه بهش گفت، اینکه یه دارویی که الان هست برای یه کار دیگه استفاده میشه رو بیایم برای بیماری دیگه هم استفاده بکنیم که تا امروز برای اون کار ازش استفاده نمیشده، یه همچین چیزی. که می‌بینید 3 تا حوزه‌ای که حالا از نظر پیچیدگی و کامپلکسیتی مدیوم، های و وری های بودن رو اومدن واقعا دانشمندا ایوالویت کردن، نظریه هایی که این دانشمند AI تونسته تولید بکنه که نتایجش خیلی جالب بوده توی حوزه‌های مختلف. توی این 3 تا حوزه تقریبا بهترین نتیجه ها رو توی زمینه پزشکی داشته. و بچه نکته جالبی که این AI داره اینه که تا امروز میگفتن هر 2 سال یک بار 50% دانش جهان رینیو میشه، یعنی باز تولید میشه و تغییر میکنه. یعنی اگه شما 2 سال مطالعه نمیکردین نصف اون نالج و دانشی که داشتین دیگه منقضی شده بود، از بین رفته بود. پیش بینی هایی که میشه اینه که با اومدن این AI جدید سرعت تولید علم خیلی 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 بره بالاتر و به حدی برسه که شاید اگه شما چند ماه دیگه مطالعه تو حوزه تخصصی خودتون نکنین عملا از دور اون
دانشی میرین کنار و اون نالجی که دارین دیگه به درد نمیخوره. پس این خیلی نشون میده که چقدر مهمه که ما بتونیم از این تولزهای ای آی استفاده کنیم، به خاطر اینکه وقتی سرعت بره بالاتر از این، یعنی مثلا شما فکر کن 2 3 ماه یه بار دانش تغییر بکنه، عملا دیگه هر چقدر شما مطالعه کنین نمیتونین هیچ وقت آپدیت باشین. پس نیاز دارین به این تولزایی که باشه و توی تینکینگ و تفکر به ما کمک بکنه. برای همینه که الان توی اکثر این مدل‌ها شما گزینه تینکینگ رو می‌بینید، به خاطر اینکه نیاز هست به این. با توجه به اینکه سرعت تولید علم زیاد میشه، این یوز کیس و این کاربرد به وجود اومده و شدید نیازه که حتما یه کاری در موردش بکنه. لینک این مقاله رو توی دیسکریپشن براتون میذارم، حتما بخونش. دیگه وارد یه فاز جدیدی از ای آی داریم میشیم که باید حتما خودمون رو آپدیت کنیم و بخونیم. لینک ها رو برای همین براتون میذارم که حتما توصیه میکنم بخونین. بریم سراغ اکستنشن این هفته برای بچهای برنامه‌نویس و بعدش بریم بخشای دیگه ویدیو این هفتهمون. آقا اکستنشن این هفته کامنت الاینره که خیلی خیلی باحاله. بچه‌ها خیلی موقع این اینلاین کامنت ها، یعنی کامنت هایی که تو همون خط مینویسین، چپ و راست میشن. مثلا اینجا نگاه کامنت 1 اینوره، 2 اینوره، 3 اینوره. میخواین همه رو بیارین زیر هم مرتب خوشگل. برای افرادی که اوسیدی و وسواس دارن مثل من، میتونین از این اکستنشن استفاده کنین. خطایی که میخواین رو سلکت میکنین، یا اگه همشو میخواین یه کنترل A میزنین، الاین رو میزنین و همه میاد زیر هم مرتب و تمیز. حالش رو میبرین. توی حالا زبونهای برنامه‌نویسی مثل گولنگ اون لینترش اتوماتیک این کارو میکنه، ولی توی زبونهای دیگه مثل جاوا اسکریپت و اینا این قابلیت نیستش. اگر دوستش دارین و میخواینش میتونین استفاده کنین. خود من گولنگ که کد میزدم دیدم خیلی چیز باحالیه و بعد هی دلم تنگ میشد براش توی جاوا اسکریپت و این افزونه رو نصب کردم، دلتنگیم برطرف شد. و فان این هفتمون میرسه به این پست باحال که تو لینکدین دیدم، گفتم باهاتون شیرش بکنم. راستی اگه لینکدین فالو نداری منو، حتما لینکشون هم تو دیسکریپشن هست. خوشحال میشم اونجا هم دیگه رو داشته باشیم. آقا خیلی باحاله، نگاه کن. بچهای برنامه نویس میفهمن اینو. این داکر بنده خداست، رو سریش هم سرش کرده. این انترپرایز گرید های اویلیبیلیتی شونه. این کوبرنتیز بنده خداست و اینم دیسنترالایز وب تیری، دیستریبیوتد مایکرو سرویس، سرورلس، مولتی کلاود و مای بش اسکریپت. یعنی خیلی خوبه، دستگیره رو گرفته، یعنی همه رو میتونه یه دونه بش اسکریپت به فنا بده. عالیه. یعنی بچه‌ای که سیستم‌های مایکرو سرویس کار کرده باشن میدونن یه وقتایی واقعا تمام این المنت ها هست، ولی یه دونه تغییر کوچیک و یه دونه سوتی اینجوری مثل یه باگی توی بش اسکریپت میتونه کل اون چیزهای خفنی که مثل تانک اومدن برای جلوگیری از مشکل رو بایپس کنه، گم بزنه تو همشون. گفتم باهاتون شیرش بکنم، باحال بود. و سوال این هفتم اینه بچه، تو فکرم دوباره پلیلیست نست جی اس رو شروع بکنم ادامهشو. اگه از اون بچه‌هایی هستی که کانال رو فالو داری از اون موقع، از 2 3 سال پیش که اون پلیلیست رو شروع کردم، دمت گرم. از بچه‌های قدیمی هستی، بهم بگو واقعا برات جذاب هست هنوز شروع بکنمش و به نظرتون مفید بوده براتون یا نه. چون یه ذره ویدیوهاش کم دیده میشد، خیلی انگیزه برای ادامهش نداشتم، ولی فکر کنم خودم شخصا دوست دارم ادامهش بدم. بهم بگین شما هم دوست دارین، دلتون براش تنگ شده یا نه. امیدوارم که ویدیو امروز رو خوشتون اومده باشه. فردا میخوام برگردم با این گروک، یه ویدیو تخصصی در مورد گروک. مخلصیم، میبینمت. زنگوله رو بزن که ویدیو فردا رو از دست ندی. فعلا